آیا تا به حال به این فکر کردین که ممکن است هر لحظه زندگی انسان ها تمام شود؟ تا به حال شده به بزرگترین داروی خود فکر کرده باشید، یعنی صحتمندی؟ انسان ها در دنیا وجود دارند که حاضر هستند همه داروی خود را برای شما بدهند تا بتوانند مثل شما صحتمند باشند. این فیلم داستان زندگی یک دختر است به نام استیلا، دختری که یک مریضی لاعلاج داره. استیلا مجبور شد چند روز پیش در این شفاخانه بستری شود. دوستای استیلا به دیدنش آمدند، ولی استیلا بعد از رفتن دوستایش احساس تنهایی و غمگینی کرد، چون تنها هست، چون هیچ کسی نیست که دوستش داشته باشد. استیلا دختر بسیار لایق است و همیشه آرزوهای خود را لیست میکند تا پیش از مرگ خود انجام بدهد، ولی برش خبر میدهند که یک طفل تازه در شفاخانه به دنیا آمده و از جایی که استیلا اطفال را زیاد دوست داره میره به دیدن همو طفل. در آنجا با یک پسر به اسم ویل آشنا میشه، اما گفتگو به خوبی پیش نمی رود. ویل همراه مادر خود پیش دکتر بود و درباره تداوی ویل صحبت میکردند و دکتر گفت که 18 ماه بعد شروع می شود، ولی ویل از این که شاید تداوی خوب نباشد شک داره و وقتی که شب میشه بالای بام به شفاخانه می رود تا با خودش کمی فکر کند. ولی استیلا که همراه دوستای خود در موبایل گپ میزد و ویل را میبینه که خیلی پریشان و جگرخون است و زود خود سر بام میرسانه و برش از سر بام صدا میکنه این طرف بیا که پایین نفتی و ویل خود که غمگین میگیرد و همراه استیلا از ناامیدی گپ میزند. استیلا برش میگه اگر دلت است خودکشی کن، پس خود از بین ببر که تخت را بر کس دیگری بدهند که خوش دارد زنده بماند و برای زندگی کردن امید داشته باشد. استیلا قهر میکند و از سر بام پایین میشود، ولی دروازه را سر ویل بسته میکند. روز بعد استیلا از خاطر که ویل برش اهمیت زیاد داشت و تشویش سلامتی ویل بود میرود و به دنبالش و رژیم غذایی و دوای ویل را میخواهد و میبیند که جناب عالی دورق رژیم رسامی کرده و خیلی از این کار ویل قهر شد و ویل میرود که ازش سوال کنه که چرا اینقدر به فکرم هستی، ولی به خاطر که اجازه نیست که پیش در است 5 قدم به استیلا نزدیک شود مجبور میشه در لفت دیگر جدا از استیلا برود و استیلا دوباره به دیدن طفل میره و ویل ازش میپرسه چرا همیشه به فکر من هستی و استیلا برش میگه من ترس دارم و باید همه چیز درست باشه وگرنه تحمل کردن نمیتوانم. بعد استیلا و ویل یک قرارداد درست میکنه که اجازه میده ویل کارهایی را کند که استیلا میخواهد و باید هر کاری که استیلا گفت را انجام بدهد و استیلا به ویل اجازه باید بدهد که ویل چهره استیلا را نقاشی کند. دکتر تمام دواهای ویل را به اتاقش میارد. ویل به گپهای استیلا گوش میکنه که همیشه باید سر وقت دواهای خود بخورد. روز بعد استیلا تمام اتاق ویل را کامل به دل خود جمع میکنه، البته پت و پنهان، به خاطر که اگر دکترها از این کارهای استیلا خبر شوند دیگه اجازه نمیده که این گونه کارها را به آزاد و به دل خود کنه. روز بعد مادر استیلا به دیدن استیلا میآید و هر دوشان به نان خوردن میروند و استیلا درباره رابطه مادر و پدر خود سوال میکنه و از اینکه پدر و مادرش از هم جدا شدن بسیار جگرخون است و دکتر استیلا را معاینه میکنه و برش میگه که زخمش کم میکروبی شده ولی امکان خوب شدنش است که همراه دوا دوباره سر حال شود. استیلا وقت در جیم میره و همراه ویل تمرین میکنه و ویل میگه خب چی وقت ما چهره تو را رسامی کنم و استیلا باز هم بهانه میکنه ولی ویل قبول نمیکنه و استیلا مجبور میشه که گپ ویل را دوباره قبول کنه. ویل رسم استیلا را میکشه و استیلا درباره آرزوهایش سوال میکنه و استیلا شروع میکنه و تمام کارهایی که قرار است پیش از مرگ خود انجام بده برش میگه. وقت گپ به ویل میرسه که باید آرزوهای خود بگویم و ویل میگه من زیاد آرزو ندارم. وقتی که استیلا در اتاق خود ویدیوی خواهر خود ایبی را میدید که 1 سال از مرگش گذشته بود خیلی جگرخون میشه و ویل که مصروف نقاشی بود دکتر متوجه شد که ویل خیلی تغییر کرده و خوش از او برش میگه همیشه امیدوار باش. ولی ویل از دکتر سوال میکنه که اگر تداوی جواب ندهد باز چی و دکتر برش میگه اگر جواب بدهد باز چی و ویل رسامی را با اتاق استیلا میماند و استیلا از نقاشی که برش کشیده خوش میشه و با ویل زنگ میزنه. ولی ویل وقتی که از نقاشی که خواهر استیلا برایش درست کرده بود سوال میکنه استیلا دوباره ناراحت میشه و ویل شروع میکنه درباره خواهر استیلا و خیلی تحقیق میکنه و ویدیوهای استیلا را در یوتیوب میبینه و 1 سال میشه که استیلا دیگر همراه ایبی ویدیو نگذاشته بود و بر هیچ کسی هم چیزی نگفته بود. وقتی که استیلا مدیتیشن میکنه و ویل پیشش میآید و برش میگه که خواهرت مرده و دوباره استیلا خیلی ناراحت میشه. زخم استیلا میکروبی شده و قرار است که عملیات شود و ویل از عملیات استیلا خبر میشه و پیشش میآید، البته پت و پنهان، و برش آهنگ لالایی که خواهرش ایبی به استیلا میخوانه. وقتی که دکترها میآیند
ویل فرار میکنه، ولی یک دکتر که مسئولیت این 3 نفر را به عهده داره ویل را میبینه و برش اخطار میده که دیگه نباید تو و استلا با هم باشین، به خاطر که برای هر دو شما خطر داره و برش از داستان 2 نفره که عاشق هم بودن ولی به خاطر به احتیاطی جان خود از دست دادن. عملیات استلا خلاص میشه و استلا وقتی که بیدار میشه توفه ویل را میبینه، ولی ویل درباره او 2 نفر تحقیق زیاد میکنه و از اینکه خطرش به استلا برسه میترسه. استلا که از دوری ویل دیوانه شده بود پیش اتاق ویل میره و ازش خواهش میکنه که بیرون بیایه که با هم گپ بزنن، ولی ویل قبول نمیکنه. استلا یک فکر به ذهنش میرسه و تصمیم میگیره که از چوب سنوکر برای رعایت فاصله استفاده کند و یک ویدیو درباره این فکر خود میسازد. ویل قبول میکنه و شب با هم ملاقات میکنن. ویل و استلا با هم پنهانی شب را سپری میکنن و با هم آب بازی میکنن، ولی دکتر که به اتاق ویل میایه میبینه که ویل نیست. بعد به اتاق استلا میره و میبیند که استلا هم نیست و با تشویش میشه و پیش پو دوست استلا میره و ولی پو میگه من خبر ندارم. پو به استلا خبر میده که دکتر شما را میپاله و استلا از ویل جدا میشه که دکتر خبر نشه. چند روز میگذره و روز تولد ویل میرسه و استلا ویل را به خاطر روز تولدش همراه با دوستانش سپرایز میکنه و یک مهمونی خورد برای ویل میگیره. پو به استلا میگه که من قرار است چند روز بعد پیش مادرم بروم به مهمونی. وقتی که ویل کیک را قطع میکنه دکتر در لحظه آخر تمامشان را بالفعل میبینه و دوباره این 3 نفر از هم جدا میکنه. همه خواب میشن ولی به دکتر هشدار میده از اتاق پو. دکتر به اتاق پو میره ولی دیر میرسه و پو جان خود از دست میده. این اتفاق سر روحیه استلا خیلی تاثیر بد میکنه و استلا که دوست دوران کودکی خود از دست میده. ویل که میخواد پیش استلا بیاید تا دلداریش بده، استلا با عصبانیت زیاد به ویل میگه برو بیرون. ویل با قهر زیاد تمام لوازم خود جمع میکنه و میخواد که از این شباخانه بیرون بره که استلا در خطر نباشه، ولی وقتی که بیرون میشه استلا را در بیرون از شباخانه میبینه و استلا برش میگه بیا با هم به شهر بریم که معلوم نیست ما تا چه وقت زنده هستیم، پس بیا که با هم یک جا زندگی کنیم. استلا همراه ویل از شفاخانه فرار میکنن، ولی یک حادثه میشه و برای استلا یک شش پیوندی مناسب پیدا میشه و استلا از این گپ هیچ خبر نداره. استلا با ویل در راه به یک دریاچه میرسه، با هم کمی خوشگذرانی میکنن. وقتی به استلا خبر میتن ولی استلا هیچ اهمیت نمیده و ویل هم چیزی نمیگه. ولی مادر ویل به ویل خبر میده. ویل به استلا میگه باید پس به شفاخانه بریم که برات شش پیدا شده. اما در یک صحنه است که استلا از بالا پایین میفته و به دریاچه یخ زده و زیر آب میشه و ویل که استلا را بیرون میکنه از آب به خاطر که استلا دوباره به هوش بیایه برش تنفس مصنوعی میده و استلا را دوباره به شفاخانه میارن. استلا اول ششها را قبول نمیکنه ولی ویل برش میگه باید قبول کنی و استلا عملیات میشه. دکتر به ویل خبر میده استلا از باکتریاهای تو پاک از، ولی تو باکتریاهای استلا را جذب کردی و دیگه تداوی برای تو عمل نمیکنه و هیچ راه نجات برای تو نیست. ویل هم به خاطر آخرین خواهش استلا که گفته بود روزش است چراغا را از نزدیک ببینه برش یک سورپرایز عالی درست میکنه و وقتی استلا بیدار میشه ویل تمام احساس خود به استلا میگه که نمیتونه پیشش باشه چون برایش خطرناک است و باید از هم جدا شود و ویل خیلی یک حرف ناراحت کننده میگه کسی را که زیاد دوست داشته باشی ممکن است یک روز از دستش بدهی و تنها چیزی که به استلا به یادگار میماند نقاشی های ویل است. و فیلم هم به همینجا به پایان میرسد. اگر بیننده جدید کانال ما هستید پس همین حالا کانال ما را سابسکرایب نمایید و برای حمایت از ما کافی است ویدیوهای ما را لایک کنید. جهان سپاس، تشکر.